سلام، به چنل من خیلی خوش اومدید. من اینجام که مطالب علمی جذاب و شگفت‌انگیز رو به زبون ساده‌تر براتون توضیح بدم. موضوعی که امروز میخوام در موردش حرف بزنم شاید یکی از جذابترین موضوعهایی باشه که به عمرتون شنیدید. یک جنگ جهانی توی دنیا وجود داره که یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین جنگ های جهانیه. جنگی که بیشتر از 1 میلیارد سال ادامه داره. بیشتر این درگیری توی آبها جریان داره. جنگی بیرحمانه بین باکتری ها و میکروب ها و انگل های مختلف. بیشتر این میکروب ها و باکتری ها خوشبختانه روی انسان اثری ندارن. خیلیاشون شاید برای انسان اصلا مفیدم باشن و خیلیاشون هم به محض اینکه وارد بدن میشن سیستم ایمنی بدن ترتیبشون رو میده. اما در بین این موجودات ریزه میزه میکروسکوپی موجودای عوضی هم وجود دارن که فقط میخوان نارو بزنن. به این انگل میگن ناگلریا فاولری یا به زبون ساده تر آمیب مغزخوار. آمیب مغزخوار یه انگل تک سلولیه که در آبهای شیرین زندگی میکنه. جاهایی مثل رودخانه ها، دریاچه های آبشیری و چشمه های آب گرم. اما تو آبهای دیگه هم پیدا میشه. تو استخرایی که بهداشتی نگهداری نمیشن، حوضهای معمولی و حتی تو لوله کشی های غیر اصولی. هرچی آب گرمتر باشه این انگل خیلی سریعتر تولید مثل میکنه و تعدادش رو زیاد میکنه. پس معنی حرف اینه که توی تابستونا تو آبهای رودخونه ها و دریاچه ها که گرمتر میشه تعداد اینها میره بالاتر، مخصوصا تو چشمه های آب گرم. تو چشمه های آب گرم هم که کل سال به راحتی وجود دارن. حالا معنیش چیه؟ یعنی تو هر آب شیرینی که بریم به خطر میافتین؟ نه، به این راحتی هم نیست. سیستم ایمنی بدن خیلی راحت اینو نابود میکنه. اگر وارد دهان بشه حتی بره داخل معده سیستم ایمنی نمیذاره این انگل ضرر بزنه. پس چه ضرری داره؟ موقعی مشکل ساز میشه که وقتی آب پاشیده بشه و آبی که انگل توشه وارد بینی انسان بشه. نه اونم که یه مقدار وارد بینی بشه، نه، باید بره تا اون ته و از اون طرف بیاد توی حلق. یعنی مثلا تو آبی یه نفر بغل دستت میپره توی آب میپاشه تو صورتت و یه مقداری از این آب میره داخل دماغت و تا اون ته میره بالا. توی هر قطره آب دریا و دریاچه و رودخونه و اینجور چیزا میلیون ها باکتری و ویروس و میکروب زندگی میکنن. اما 99.9% اینا هیچ ضرری برای انسان ندارن. اگرم ضرر دارن حریف انسان نمیشن. اما ما حرفمون در مورد اون 1 در میلیون آبه که شاید در کنار جاندارهای ریزه میزه دیگه آمیب مغزخوارم وجود داشته باشه. این یه دونه برای ما مشکل میسازه. اول از این که این آمیب وقتی وارد بینی انسان میشه اصلا خوشش نمیاد و میخواد بره بیرون، ولی شرایط باعث میشه که بره تا اون ته و اون برای این از این محیط خوشش نمیاد چون غذاش کمه. حالا غذای آمیب مغزخوار چیه؟ باکتری های مختلف. موقعی که این آمیب وارد حفره بینی میشه و تا اون ته میره بالا سیستم ایمنی سری میاد بالا سرش که رسیدگی کنه و اگه احساس خطر کنه نابودش کنه. اما مشکل اینه که ماموران ایمنی بدن در این منطقه اینو به عنوان خطر تشخیص نمیدن و ولش میکنن و میرن. درست مثل اینکه یه آدم ناجور رو با یه اسلحه بین یه جمعیت بزرگ رها کنن. این در صورتیه که اگر همین انگل از دهان وارد بدن بشه سیستم ایمنی خیلی راحت نابودش میکنه چون درست تشخیص میده. اما در حفره های بینی دچار اشتباه میشه. خب بعدش میخواد چی کار کنه؟ همونطور که گفتیم غذاش روی اونجا خیلی کمه و داره دنبال غذا میگرده. حسابی هم گرسنه است. نگاه میکنه که یک چیزی گیر بیاره. یه دفعه چشمش میخوره به سلول‌های عصبی داخل دماغ. این سلول‌ها کارشون اینه که بوهایی که وارد بینی میشه رو به مغز گزارش میکنن. یعنی عصب‌های بویایی هن و در اصل یه راست به مغز وصلن چون نزدیک دیگه دماغ زیر مغزه. ناگلریا فاولری یا همین آمیب مغزخوار از مواد شیمیایی که این اعصاب رها میکنن خیلی خوشش میاد چون گرسنه‌ش هم هست میره طرفش که بخوره. برای خوردن وارد این عصب‌ها میشه، جایی که به مغز ختم میشه.
تو این مرحله سیستم ایمنی تازه متوجه میشه که دشمن اومده، برای همین سریع حمله میکنه به اینها. اما خیلی دیر شده. تو این موقعیت سیستم ایمنی اصلا زورش به اینا نمیرسه. باید خیلی زودتر اینا رو از بین میبردن. دیگه رسیده به مغز. برای همین سیستم ایمنی تلاش میکنه ولی کاری از دستش بر نمیاد. آمیب میرسه به مغز. از موقعی که این آمیب وارد بینی شده تا الان که رسیده به مغز یک دوره 1 تا 9 روز است و توی این دوران انسانی که میزبانه هیچی نمیفهمه، حتی یه سرفه و یه عطسم نمیکنه. چشمتون روز بد نبینه. تازه میخواد ضیافت این انگل شروع بشه. وقتی این مهاجم وارد محوطه مغز میشه، سلولهای عصبی مغزی دارن کارشون رو انجام میدن. اصلا متوجه نیستن که یه مهمون ناخوانده وارد شده. بعد از اینکه آمیب وارد مغز شده، شروع میکنه به تولید مس کردن که درست حسابی حمله کنه. شاید باورتون نشه، حمله این انگل مثل جنگ میمونه. یه چیزایی بغل سلولای اعصاب رها میکنه که مثل خمپاره منفجر میشه. وقتی انفجار ایجاد میشه، اینا شروع میکنن اعصاب متلاشی شده رو خوردن. در اینجا غذای کافی و فراوون به وجود میاد. برای همین آمیب شروع میکنه به تولید مثل بیشتر. شخصی هم که این درگیری توی مغزش جریان داره زیاد متوجه نیست، چون اولشه. وقتی این اتفاقا میفته، سیستم ایمنی بدن خیلی جدی‌تر میشه و لشکرکشی میکنه توی مغز، جایی که خیلی حساسه و نباید لشکرکشی کنه. مثل این میمونه که برای کشتن یک گرگ وسط جنگل کل جنگل رو به آتش بکشیم. سیستم ایمنی در اینجا میاد و یه دونه از این انگلا رو نابود کنه، اما میزنه یه تیکه از مغزم نابود میکنه. جنگ وارد مرحله فرسایشی میشه. سیستم ایمنی داره میزنه که اینا رو از بین ببره، اما حواسش نیست که داره این مغز رو هم نابود میکنه. ساعتهای اولی که این جنگ اینجوری جریان پیدا میکنه، شخص میزبان تب میکنه، اونم تب خیلی شدید و خیلی زود این تب تبدیل به سردرد و حالت تهوع میشه. باید بدونید که هر جایی بدن سیستم ایمنی حمله میکنه، همونجا التهاب ایجاد میشه. اما این التهاب بد جایی داره شکل میگیره، چون اینجا داخل مغزه و اصلا شوخی نیست. برای همین این التهاب باعث میشه که مغز شروع کنه به باد کردن و چون جمجمه نمیذاره مغز باد کنه، یعنی جاش خیلی محدوده، این موقع است که انسان نمیتونه دووم بیاره. توهم شدیدی ایجاد میشه، شخص دچار حمله سر میشه و کلا مغز داره نفسهای آخرشو میکشه. وقتی مغز از کار میفته، بدن دیگه کامپیوتر اصلیشو از دست داده. در این مرحله اولین اتفاقی که انسان رو میکشه اینه که مغزی وجود نداره که دستور بده شخص نفس بکشه. برای همین نفس نمیکشه و همین باعث میشه که بمیره. دانشمندان و پزشکان هیچ راه حلی برای نابودی این انگل ندارن. با وجود اینکه تو آبهای شیرین کلی وجود داره و میتونه همه جوره روش آزمایش انجام بدن، اما نمیتونن بفهمن این آمیب بیازار وقتی وارد محوطه دماغ یا مغز میشه اینقدر مخربه. حالا پس چی کار کنیم؟ یعنی دیگه هیچ جا نریم شنا کنیم؟ نه، اصلا اینجوری نیست. اول از اینکه این حالتی که ما تعریف کردیم تو 100 سال اخیر فقط 381 نفر رو گرفتار کرده. پس یعنی خیلی کم اتفاق میفته. دانشمندان میگن وقتی وارد یک آب میشیم، شانس اینکه خفه بشیم خیلی بیشتره تا اینکه این انگل رو بگیریم. این هم باید بدونید که آب تنی کردن هیچ موقع باعث این مشکل نمیشه. موقعی این مشکل میتونه 1% اتفاق بیفته که جنگولک بازی در بیاری تو آب و آب تا انتهای بینیتون بره داخل. تازه در این مرحله هم امکانش خیلی پایینه. گفتیم که در 100 سال اخیر فقط 381 تن گرفتار شدن و این در صورتیه که در 100 سال اخیر 30 میلیون نفر تو آبهای دنیا خفه شدن، یعنی سالی 300,000 نفر. یعنی ببینید چقدر درصد آلوده شدن به آمیب مغزخوار نسبت به خفه شدن پایینه. خیلی ممنونم از اینکه با این ویدیو همراه من بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل من رو سابسکرایب کنید.